چی نقل میکردید؟ فکر میکنم بینندگان عزیز نه قدر از هنر شما آگاهی دارند و بعد شنیدن سرود اولین در برنامه فکر میکنم تا انجام ما رو نیز همراهی میکنم. زیشکی تا دل بر جان دل بیقرارم امشب سودای تا نمیبد من خارزارم امشب غمهای تا نمیبد من خارزارم امشب من در درون سینه مهر تو می پرستم عشق تو جاری کردم تو با دلی نخواهم با دیگران امشب تو با دلی نخواهم با دیگران امشب. زنده باشند بینندگان عزیز. فکر میکنم احساس کردن که شهرام چگونه هنر سرایندگی دارد. پس ما رو همراه باشید تا انجام چون سرود و ترانه‌های دلنشین از جانب شهرام جان به خاطر باید خاطره شما شنونده بشود. ترک آزادی نمودم مسیر آخی رویتم عمر خود سازم فدایی نرگیزی که سویتم ترک آزادی نمودم مسیر آخی رویتم عمر خود سازم فدایی نرگیزی که سویتم عشقی تو کرد دست مرا دیوانه و مجنون زار عشقی تو کرد دست مرا دیوانه و مجنون زار است با دیلم غوثی دیدن جمالتم ترک آزادی نمودم اسیر آخی رویتم التجا دارم که باشم یک شب میمانکم ترک آزادی نمودم اسیرا کی رویتم. بینندگان عزیز مقصد ما در برنامه همین است که هنرمندان با صدای زنده بیشتر و بیشتر سرود بسرایند چون که این برنامه سراپا سرود است و ترانه. از این روز شما نیز تماشا کنید و به هنر هر یک سراینده که در برنامه ما اشتراک میکند و سرود میسراید خود شما نیز بها بدهید. می آی بدی دار مرا نادیدم روی احوالی دیلی خسته‌ام سنجیدم روی احوالی دیلی خسته‌ام سنجیدم روی سرمست در منزی نگاه باشدم سرمست در منزی نگاه باشدم لیک از منی بیچاره رو پوشیدم روی لیک از منی بیچاره رو پوشیدم روی. بیشتر در پیروی کدام هنرمند سرود می‌سرید و استاد شما کیست؟ من تمام هنرمندان جمهوری تاجیکستان را دوست می‌دارم و هنرشون رو قدر میکنم. اصلا من پیروی بس استاد سنگلی میرزویف دارم که نازکی های صنعت رو از همون انسان تا همین روز ما آموختیم. ردای درگهی آن ماه رویم
عشقت گشتمش نوک و بکوید غمم را در دل سنگش اثر نیست نمیدانم چی گویم یا چی نالم غمم را در دل سنگش اثر نیست نمیدانم چی گویم یا چی نالم عاشق شوه عاشق شوه عاشق شوه هر بهارم عاشق شوه عاشق شوه عاشق شوه عاشق شوه دای عزیزم عاشق شوه بگردم پای و بندی روی من شدم شیدای آن چشمی سیاهت ندارم چاره دردانی دنیا ندارم چاره دردانی دنیا بیا بنشین و پیشم یاری نگویم عاشق شوه عاشق شوه عاشق شوه دای عزیزم عاشق شوه این لحظه در نزد آینه نیلگون نیز مادران نشستند و پزبانند که شهرام به خاطر آنها سرود می‌سراید. خوب در از نامی ما در نام نیست خوشتر از ایامی او ایام نیست مهر او بخشد حرارت بر جهان این حدیثی پخته هرگز خام نیست مهر او بخشد حرارت بر جهان این حدیثی پخته هرگز خام نیست یاری سابیرای از مهری مادر بیشتر سابیرا از مهری مادر بیشتر در زمینی شاعران الهام نیست خوب در از نامی مادر نام نیست خوشتر از ایامی او ایام نیست یاری تشکر میگیم شهرام جان برای اشتراک در برنامه که وقت خود رو دریغ نداشتید و امروز تکلیف ما رو قبول کرده و در برنامه مهمون گردید و در انجام هستیم با چی سرود طبع بیننده را بار دیگر بریده میگردید. قربانی تو جانم کی مرا از تو جدا کرد بارزی کفم دامنی وصلی تو رها کرد بارزی کفم دامنی وصلی تو رها کرد لعلی تو طبیب است و دلی غم زده بمان لعلی تو طبیب است و دلی غم زده بمان ای کاش به این غم زده لعلی تو دوا کرد ای کاش به این غم زده لعلی تو دوا کرد قربانی تو جان